خب ببینید عزیزان، ما در بالا اشاره نمودیم که 5 عامل هست که ما را از رشد کردن باز می‌دارد و یگانه عاملی که ما را از رشد کردن باز می‌دارد و بسیار مهم است که ما آن را برطرف کنیم، این یکم ترس. واقعا همه ما میترسیم، اما آگاهی ضروری را روی چیزی که میخواهیم تمرکز کنیم نه و روی آنچه که ما میترسیم تمرکز میکنیم. تمرکز از آن که یعنی ترس از آن که خب فلانی مثلا از من بهتر انجام میدهد، من نباید انجام دهم. خب فلانی یعنی همین ترس یکی از عامل‌های بازدارنده ما در رشد است. و دوم عامل که این هم بسیار مهم است، این عزیزان نظر دیگران. یعنی این چی معنی دارد؟ افراد موفق همه وقت مصلحتشان از آنهایی میکنند که درباره آن کاری که آنها میخواهند دوام دهند معلومات دارند و آنهایی که معلومات دارند حتما برای شما یک اندیشه مثبت، یک اندیشه خوب، یعنی یک انگیزه برای شما میدهند. و افرادی که درباره فعالیتی که شما میخواهید دوام دهید معلومات نداشته باشند حتما شما را روحیتان را خراب میکنند و شما را همون امیدی شما را میگردانند. به همین خاطر این بسیار مهم است که از نظر دیگران ما چی درس میگیریم، ما چی میآموزیم، این بسیار مهم است. و حتی وقتی که شما سوال میدهید، یعنی سوال میکنید از نفری که او چی جواب میده، این هم بسیار مهم است. همه وقت ما باید تلاش کنیم که متخصصی که همون کاری ما رو مثلا پیش از ما انجام داد یا که دوام داده ایستاده است، از اونها مصلحت گرفتن به منفعت کار است. و سوم این اقدام نکردن. یعنی اقدام نکردن این که گاهی ما بیشتر در فکرهایمان قدم برمی‌داریم، یعنی باید به موقعیت‌ها مواجه شد و بجای غرق شدن در فکرهای قدم برداشتن کنیم. ما بعضا وقت اندیشه رو، این فکر ما رو جمع میکنیم، از این کس از اون کس میپرسیم و خلاصه همین میشود که ما باید حرکت کنیم، ما باید به سوی هدفی گذاشته باید تلاش کنیم، اما اقدام بر نمیداریم. طوری که میگن اگر گویی که بیتوانم قدم در نه که بیتوانی، یعنی چون مسلط شدی که میتوانی باید قدم برداری تا اینکه به موفقیت برسی. خوب عزیزان، چهارم عامل این بسیار مهم است، یعنی با خود باوری داشتن. با خود باوری داشتن یعنی چی؟ باور نداشتن به خویشتن یعنی سرد کردن انگیزه و قدم برداشتن. یعنی این مهم نیست که عالی باشه، مهم این است که اقدام کنیم. خب پنجم نتیجه گیری. یعنی نتیجه گیری عزیزان این که ما باید از کارهای کرده خودمون همه وقت نتیجه گیریم، یعنی هدف داشته باشیم، اما وقتی قدم برداشتیم نتیجه را رها کنیم. توجه زیاد به نتیجه ذهن ما را ترسو میکند. یعنی ما باید کارمون را اول آغاز کنیم، در بین ماه و چند سالی که سپری شد اون وقت ما میتوانیم فعالیت خودمون را نتیجه گیری کنیم. یعنی پیش از آغاز نتیجه گیری کردن ترسی ما را به وجود می‌آورد. نظر دیگران برای ما معین می شود و همچنین اقدام نکردن. این 5 عامل هستند که ما را در رشد کردن باز می‌دارند. لطفاً این 5 عامل را نویسید و اینها را باز در علاهیدگی یک جای با کار کرده می‌برویم.